ما توی سلسله برنامه‌های دست به نقد قصد داریم که در بعضی قسمت‌ها به برخی آثار به طور مشخص بپردازیم. پیرپسر اکتای براهینی اولین اثریه که بهش خواهیم پرداخت و با توجه به دامنه موضوعاتی که میخواستیم در چارچوب نقد بهش بپردازیم لازم شد که توی 2 برنامه جداگانه این نقد صورت بگیره، به خصوص در قسمتی که مربوط میشه به موضوع زن و نسبت این فیلم با این موضوع لازم بود که مهمانی دعوت بکنیم که در این زمینه خیلی بهتر میتونستیم موضوع رو بشکافیم. خب، شکیبا سام، نویسنده و منتقد. در حقیقت چون من حیفم اومد که بخوام در مورد جنبه‌های خاصی از فیلم پیرپسر اینجا حرف بزنم و طرف گفتگوم یه زن نباشه. بالاخره تجربه زیسته زن بودن یا به قول دوستان اهل فلسفه من زن بودگی که دیگه مبتذل کردن این جمله رو، بله، خیلی اهمیت داره در شکل دادن به یک گفتگو. چون من شخصا وقتی که مطالب مربوط به این فیلمو یا حتی فیلم‌های دیگه هم داشتیم که این چند وقت سر و صدا کردن، موضوعشون زن بود، مثلا کیک محبوب من، یا فیلم‌های دیگه‌ای که شخصیت محوری فیلم شخصیتی بودش که یک زن در حقیقت اون نقش رو ایفا می‌کرد، خیلی به جنبه‌های زن بودن شخصیت اصلی پرداخته نشد. صرف نظر از این که یه سری معیارایی وجود داره که طبیعتاً گفتمان فمینیستی در دنیای سینما راه انداخته، ولی ما میتونیم خودمون از این بابت هر فیلمی رو نقد بکنیم. فیلم پیرپسر هم اونچه که من برداشت میکنم و شاید تقسیم بندی شخصیم از شخصیت ها، 6 زن توش حاضر و غایبن. یه شخصیت اصلی داریم، مادر شخصیت اصلیه. زنی داریم که توی کتابخونه، کتاب فروشی در حقیقت 1-2 ماه رفت آمد داره. 3 زن غایب داریم، مادر علی، مادر رضا و زن غمخوار که اونم یه اشاره‌ای بهش میشه که تو خونه نشسته و غمخوار توی این در واقع شیرکش خونه با دوستاش همیشه داره وقت میگذرونه و اصلا اون زنم عملاً هیچ عاملیتی نداره. این 6 ضلعی یک تصویری از زن میدن که باید راجع بهش حرف بزنیم. به شکل عجیبی خیلی از دوستان اهل شعارهای فمینیستی ما به این نپرداختن. بالا دلایلشو شاید یه روزی بایستی که به صورت مجزا بررسی بکنیم که اون بایکوت رسانه‌ای بعضی از در حقیقت مطالبی که میتونه مطرح بشه چطوری بعضی موقع کار میکنه و به یک شکل نو و جدیدی یک دیکتاتوری سیستماتیک ایجاد میکنه در رسانه. حالا راجع به اون نمیخوام حرف بزنم، ولی راجع به زن حرف بزنیم. خب اینجوری که شما رفتین جلوی یه ذره بحث بر من سخت شد، ولی از اونجایی که کیک محبوب منم مثال زدین، یعنی تو مثال و حرفاتون بود، یه ذره راحت‌تر میتونم یه مسیر دیگه برم. من اساساً خوش نیومدنم از فیلم هایی که قرار محوریتش زن باشه یا اساساً زن درش نقش کلیدی بازی میکنه، از این نظره که ما هر گونه مواجهمون در واقع با زن در آثار سینمایی امروز ایران، گذاشتم تقریبا اینطوری بوده تو فیلم پارسیا، مواجهه با نیازهای زنانه. یعنی ما وقتی تو کیک محبوب من یه زن 60-70 ساله داریم، باز هم مسئله تنهاییه مسیرش رو به سمت نیازهای جنسی باز میکنه. انگار قراره از این مسیر ما زن رو بشناسیم. انگار تنهایی زن تو گفتگو با دوستاش یا در واقع تو پیدا کردن یه پارتنر قراره تو این خلاصه بشه، چون آن چیزی که میبینیم، پروسه‌ای که میبینیم حکایت از این داره. حالا بریم سراغ پیرپسر. از روی خنده میشه آدم ها رو تشخیص داد. خنده آدم ها رو لو میده. هر کسی نمیتونه خوب بخنده. مثلا خنده من چی؟ تو که تا رو ندیدم بخندی.
ای بد نیست. اینم نه؟ خوبه بد نیست. پیر پسر هم در واقع من فکر میکنم شخصیت رعنا یه شخصیت هنچل هفتیه که هر چیزی میتونه باشه بجز یه زن امروزی که در جامعه امروز داره زندگی میکنه. رعنا اساساً یه زن 50 ساله است که داره نقش یه دختر 30 ساله رو بازی میکنه. عواطف و هیجانات و خواسته ها و حالا تو گیومه میل های دختر 19-20 ساله رو داره و به شدت سرگردونه. هم خودش سرگردونه هم مخاطب رو سرگردون میکنه و در واقع این ترتیبی که برای رعنا اتفاق میفته توی فیلم مسیر فیلمنامه رو هم در واقع غیر باورپذیر میکنه برای مخاطب. این که اون سرانجامی که در واقع رعنا بهش دوچار میشه سرانجام غیر متعارفیه که با خیلی از بخشایی که کارگردان سعی کرده تو فیلمنامه یا تو اجرا در بیاره نمیخونه. حالا چرا من فکر میکنم این اتفاق میفته؟ من فکر میکنم ما وقتی میرسیم به یه موجودی مثل زن، البته مرد رو هم میتونیم کنارش بذاریم، هیچ وقت سعی نمی‌کنیم که درونش رو بکاویم. هیچ وقت مسائل درونیش برامون مطرح نمیشه. ما هر کاراکتری که داریم بیرون میبینیم، من و شمایی که داریم میشه با هم دیگه صحبت میکنیم، اساساً یه نمود بیرونی داریم که این نمود بیرونی داره از درون تغذیه میکنه. اگه قرار باشه که در واقع همه رفتارها رو بر مبنای یک سری تعاریف متعارف در جامعه ببریم جلو، اون وقت هممون خیلی شبیه هم میشیم. هممون میشیم زنهای سرگردانی که یا طلاق گرفتن یا در واقع ازدواج ناموفقی دارن یا به خیانت فکر میکنن یا بهشون خیانت میشه یا بچه‌های نوجوان یا بزرگسال سرکشی دارن که اساسا روابط خوب نیست باهاشون. اما هیچ وقت نمیفهمیم این بیرونی که داریم برای اینا میشینیم پشتش چی قرار داره، یعنی اساسا چه مسیری طی شده که این رسیده به این چیزی که حالا برای جامعه آشناست. چون جامعه اساسا با نمود بیرونی سر و کار داره دیگه. برای همینم که ما خیلی شنیدیم وقتی پیر پسر اکران شد همه گفتن این عین واقعیت جامعه است. خب باشه، میشه یه سری شباهت ها پیدا کرد، ولی خب این شباهت ها از چی آب میخوره؟ از کجا میاد؟ تو این دنیا هیچ فرقی بین خوب و بد وجود نداره. تو من از خوب بودن خودم متنفر کردی. اینا چند میگیرن؟ من از اینا میخوام. دیدی شاکاره نه؟ من میخوام ازدواج کنم. تو به عالم آدم نظر داری، زن بگیری. یه دوری بکنیم. از من خوشت میاد؟ بریم سراغ همون اول بحثی که شروع کردی، کیک محبوب من، تا برسیم به اینجا. تصویری که از زن و متعاقب اون در چند فیلمی که رفتن توی یک جبهه انگار قرار گرفتن و تلاش میشه از جانب برخی از اهالی مطبوعات توی حوزه سینما، ژورنالیستایی که طبیعتاً به لحاظ نسلی یا از نظر فعالیت توی حوزه‌ای که ما هم داریم راجع بهش حرف میزنیم اشتراکاتی با ما دارن، اما به چند نکته توجه نمی‌کنن و یه غفلتی وجود داره. ما زنان ابژه فقط میبینیم، مگر نه اینکه ابژه شدن مسئله اصلی به وجود اومدن نابرابری جنسیتیه. اگر این ابژه ساختن، یعنی زن به مثابه ابژه در نزد اردوگاهی که یا افرادی که خیلی براشون نابرابری جنسیتی مسئله اصلی محسوب نمیشه اتفاق بیفته، برای من قابل پذیرشه، میتونم باور کنم. اما از جانب کسانی که به یه شکلی تمام تلاشاشون در جهت اینه که فریاد بزنن وجود نابرابری جنسیتی رو و به یه شکلی بخوان کنش داشته باشن توی چنین وضعیتی، میبینم که اولا فیلم که میسازن زن ابژه است. خب زن ابژه یعنی که هیچ عاملیتی نداره، شناختشون از زن هم. خب این تضاد خیلی وحشتناکی داره با اون ادعایی که از آغاز دارن.
طبیعتاً هیچ کمکی به حتی شکل دادن به میل یا خواست از بین بردن نابرابری جنسیتی نمیکنه، چه برسه به این که کنشی صورت بده. این چیزیه که حالا من گفتم که شکیبا سام نویسنده و منتقد، حالا از منظر یک روانشناس بگو که از این بعدت هم بشنویم. حالا میرسیم به اینجا. یه ذره سخته اینجوری بخوایم در واقع وارد گفتگو بشیم. من سعی میکنم یه مثال بزنم، یعنی تقریبا هر کسی که منو میشناسه میدونه من نویسنده مورد علاقه‌ام ولفه. ولف هم یه کتاب در واقع معروف داره که فکر میکنم اکثر مخاطبای ادبیاتون رو خونده باشن، خانم دالاوی. حالا دارم در مقایسه با این دوتا فیلم میخوام بگم، حالا تصویری که از زنان میدن، اونجا هم ما با یک زن تقریبا پا به سن گذاشته طرفیم که یک سری مشکلاتی داره که دوستان سعی میکنن اینجا همیشه اینو در واقع بتراشن برای کاراکترهاشون. پیری، بیماری، در واقع رابطه عاطفی سرد، تنهایی و در واقع فکر کردن به مرگ، عدم وجود رابطه درست با فرزند. اونجا اتفاقی که میفته ما تمام اینها رو با تمرکز به زمان حال در واقع کاراکتر و نوع گذاری که در طول روز، حتی در یک قدم زدن، در یک خرید کردن، در گل خریدن، در شنیدن صداها داره متوجه میشیم و حتی در خلوت با خودش جلوی آینه، حتی در نوع گام برداشتنش برای بالا رفتن از پله ها. حالا همین چیز رو برداریم بیاریم توی فیلم‌های خودمون. اونجا چه اتفاقی میفته؟ شما به درستی گفتین که زنان معمولا در آثار ایرانی ابژن و حتی کسایی که ادعای فمینیستی هم دارن در واقع از این تصویر ابژه بودگی زن در واقع سینما، در پرده سینما لذت میبرن و طرفدارشن و میگن اوکی همینه. این همینه یعنی چی؟ یعنی که شما در واقع دارید اصالت میدید به این تصویری که از شما داره ارائه میده، یا و فقط وقتی دارین حرف میزنین به لحاظ تئوریک مخالف این پدیده این، یا نه از این که احساس میکنین حالا این نقش قربانی که در زندگی هاتون دارین ایفا میکنین اونجا رو پرده سینما میبینین کمی التیام پیدا میکنین. من واقعا نمیدونم موضوع چیه. خانم خیلی محترمیه، آدم گرمیه، یابو براتون نداره. ناظر برادرت هم باش عاشق نشه. پیر پسره، دل نازکه. بدترین حرفایی که من تو زندگیم شنیدم فقط خانواده بهم زدن. چیکار میکنی؟ اگه ارثت خالی میشه بزن. من تو رو میخوام. اگه با زندت نشد با جنازت. بابا یهو دیدی فردا زن پسرت شد خجالت بکشه. واقعا همتون همه یعنی کی؟ همه یعنی تو. من تا حدودی درک میکنم که در هر صورت به یه شکلی این تصویر ذهنی در خیلی از ماها وجود داره به دلایل تجربه‌های زیسته اجتماعی که محدودیت‌های در واقع رسانه‌ای باعث شده که ما شاید همیشه به شکل گرفتن جریان آزاد اطلاعات مثل یک آرزو نگاه کردیم و پس از چندی اونقدر این آرزو برای ما دور از دسترس فرض شده که تمام رسانه ها رو، تمام مدیوم ها رو میخوایم در خدمت رسیدنمون به این آرزو به خط کنیم. یعنی در خدمت فریادی که فکر کنیم به اشتباه اینجا گیر کرده. یعنی مرز ژورنالیسم و سینما در ذهن خیلی از ماها برداشته میشه. وقتی در ذهن ماها برداشته بشه طبیعتاً جامعه هم سعی میکنه که به یک شکلی به منابع قابل اتکا و اعتمادش داری هر حوزه‌ای تأثیر کنه. اونا هم فکر میکنن که جریان آزاد اطلاعات حق هم است، واقعیات بایست که این انعکاس پیدا بکنه در رسانه‌ای. ولی این رسانه آیا روزنامه یا یک سایت خبریه یا اصولاً در روش‌های ژورنالیستی
این واقعیات اجتماعی باید انعکاس پیدا بکنه یا در هنر. و حالا اینجا بحث سینما. یعنی در واقع من میتونم بگم که ما میتونیم اینا رو بذاریم تو صفحه حوادث روزنامه ها. بله. یعنی حتی به عنوان یه خبر جدی هم در روزنامه نمیشه کار کرد. یه جای مخصوص به خودش رو داره و یه سری مخاطب مخصوص به خودش. درسته. چون اساساً این پدیده عمومی نیست، تک تک این موارد. حالا ما میتونیم در سینما موضوعی طرح کنیم که اصولاً پدیده عمومی نیست، اما بایستی که از تجربه های زیسته فردی فاصله بگیریم. مثلا توی فیلمی که در ابتدا ازش یاد کردیم، کیک محبوب من، مثلا اگر موضوع تنهاییه، این تنهایی اگر سوبژکتیو باشه میتونه یک بستری برای فکر کردن در مورد تنهایی ایجاد بکنه از طریق حس تنهایی که ایجاد میکنه. این حس تنهایی باید سوبژکتیو باشه تا من درکش کنم، نه اینکه تنهایی ابجکتیوه که یک زنی انگار در واقع تمایلات جنسیش فقط سرکوب شده. میدونید چی میگم؟ یعنی این سطح این بحث خیلی پایین تر از اون چیزی که اساساً بتونیم ما اینو به عنوان یک اثر هنری قائل بشیم براش، اون موقعیتی که ایجاد میکنه. طبیعتاً توی فیلم پیرپسر وضعیت وحشتناکتره. یعنی ما مثلا اگر که حس ناامنی میتونه یک حس انسانی باشه، اینجا مسئله حس ناامنی سوبژکتیو نیست. اینجا صرفاً مشکلی که به وجود اومده یک تمایلات ابجکتیو، تمایلات جنسی، تمایلاتی که به یک شکلی داره به سمت اقتصادی پیش میره. این مسئله یه که پسر رو خیلی ساده تر میشه تعریف کرد. یعنی مثلا اینجوری میشه در موردش فکر کرد که آقا یک مرد مسنی هست که چه میدونم، به نظر من تو دوران اودیپی پدرش بهشون گفته آقا شما نمیتونی اینجا بخوابی، از این بعد دوست داره تو رخت خواب همه زنها بخوابه. یعنی تمایلات سکشوالش رو نمیتونه کنترل بکنه. ظاهرا پولم داره و میتونه پرداخت کنه و این خدمات رو بگیره. بگذاریم که فیلم نمیگه از کجا. نه اصلا اینا رو کاری نداریم. میخوام بگم قصه خیلی ساده است. ما با یه زن میان سالی طرفیم که سرگردانه، یعنی یه بار جدا شده، یه ماشین قسطی داره. حالا همه این فرسای فیلم هم داریم قبول میکنیم. و این زن در واقع چند تا بزنگاه مهم تو فیلم داره. از من بپرسید میگم هیچی. ولی اگه بخوایم ما مخاطب عادی فیلم بریم جلو، مهمترینش میشه کجا؟ میشه اونجایی که وقتی از کافه میان بیرون. یعنی ما وقتی وارد کافه میشه با بهداد که یه سری لوسبازی های دخترانه‌ای داریم که هیچ رقمه نمیخوره به این آدم، نه به اون آدم میخوره نه به اون فضایی که فیلمساز من فکر میکنم دهه 70. یعنی امروز هم حتی این تجربه های زیستش دهه 70. بله امروز نه مثلا مهمونی نرفته ببینم آقا اصلا از این خبرانی مسخره بازی‌ها دیگه واقعا خیلی وقت دورش تموم شده. اصلا جوان‌های امروزی یه جور دیگه دوره هم دیگه جمع میشن، تفریحاتشون یه چیز دیگه است. حالا بماند اون لحظه‌ای که بیرون میاد، در واقع اون دیالوگی که بین اون و بهداد اتفاق میفته یه چیزی رو سعی میکنه فریاد بزنه. آره من میخوام آدما منو ببینن، من دوست دارم آدم‌ها از من تعریف بکنن، من به حقم نرسیدم، آدمای کمتر از من الان موقعیت‌های نمیدونم فلان دارن. خب همینه. یعنی این کاراکتری که فیلمساز سعی کرده به عنوان یک زن روشنفکری که انتهای فیلم قربانی هم میشه و به عنوان حالا سمبل یک چیز واقعی تو جامعه بمونه نشون بده، یه چیز دم دستی بسیار پیش پا افتاده است که اگر احیانا ما تو همسایگیمون همچین زن و دختری داشته باشیم نگاه هم بهش نمی‌کنیم. از نظرمون یه آدم کاملا سطح پایینه. شما از اون چهره‌هایی هستید که وقتی آدم می‌بینه دیگه هیچ وقت یادش نمیره. خب میخوام به یه شکلی برگردیم به این فیلم، هرچند موضوع نظر من معطوف به یه فیلم نیست. واقعا ما داریم از یک جریان حاکم بر بخشی از سینمای ایران حرف میزنیم، نه اینکه صرفاً مربوط بشه به یک فیلم خاص. به اضافه این که به یه شکلی من فکر میکنم حتی این جریان هم به شدت تحت تاثیر برخی از
آثار سینمایی چند ساله اخیر دنیاست. یعنی شما وقتی که لانتیموس شما مثلا پور things یا خیلی از فیلمایی که اگر که یه رو وقت بذاریم و لیست فیلمای 5-6 سال اخیر رو در سینمای جهان مرور کنیم میبینیم که ما مواجهیم با شخصیت هایی که در حقیقت اولا که داریم به اصطلاح و با ارفاق بهشون میگیم شخصیت و یا نه از نظر ادبی و سینمایی همه تیپن، ولی مسئله اینجاست که همه از جنبه عاملیت هرگز تبدیل به فردی نمیشن که بتونه صاحب فاعل یک عمل باشه و به یه شکلی همه در یک جریان کلی دارن نقش کوچکی ایفا میکنن، جریان کلی که هیچ ارتباطی به سوبژکتیو خودشون نداره. ولی حالا برمیگردیم به همین موضوع سینمای ایران. من اگر بخوام مقایسهش بکنم مثلا با آثاری که اتفاقا در این فیلمم بهش ارجاع میده، با شاهنامه، آخه چطور ممکنه فرهنگی که 1000 سال پیش توی شاهنامه به عنوان مثال عاملیت ما داریم، انتخاب میکنن زنان، یعنی این که رودابه زال رو انتخاب میکنه، دقیقاً رستم انتخاب میشه برای اینکه سهراب به دنیا بیاد، یا خیلی موارد زنان به عنوان عاملیت جنگ، که البته جنگ هم یک امر مقدسه از دیدگاه شاهنامه و خیلی زن و مردش انسان بله انسان عملیات داره. حالا من اینجا چون میخوام از اون جنبه‌ای ببینم که غفلت میشه نسبت بهش، یعنی که ما میبینیم که یه سری تحسین‌ها و کف زدن‌ها از جانب افرادی داره صورت میگیره و رخ میده که دست کم در زبان مدعی برخی از میشه گفت نظریه ها یا شعارهای مربوط به نابرابری جنسیتی هستند، اما اینجا یا تعمدن غفلت میکنن یا حاصل از کمبود مطالعهشون در باب اون چیزی که ادعاشو دارن میکنن که میتونن بدجنسی هم بکنیم یا واقعا خودشون این شکلیه. حالا بدجنسی که صداقته، ولی حالا یعنی مثلا یه وقتایی میبینی من اینجا دارم یه چیز دیگه میخونم، زندگیم یه چیز دیگه است، خودم یه چیز دیگه ام، بنابراین من به چی واکنش نشون میدم؟ من واکنش و سمپاتیم به اون چیزی که هستم، حالا کاری ندارم کم یا زیاد، بیشتره تا به چیزی که خوندم، به اون چیزی که دارم زندگی میکنم راحت‌تر و سریع‌تر واکنش نشون میدم. یعنی فکر می‌کنم یه ذره مسئله دوستان بیرون از فیلم هم هست، یه جورای آرزوهای یا فانتزیا هم میتونه باشه. حالا من از این زاویه نگاه میکنم، گفتم 6 تا این شخصیت داره، 6 تا شخصیت زن داره. خب رعنا که توضیح درستی دادی، زنی که یک آرزوهای یک زن نوجوان داره با خودش حمل میکنه، فرض میکنیم بازیگر دیگه ای نداشتیم و یک بازیگر 50 و چند ساله و من قرار باور بکنم که این تو کوچه راه میره، خیابون راه میره، همه گردنشونو برمیگردونن، قرار اینو باور کنم. اصلا نمیگم ما با یه زنی طرفیم که خیلی اولد فشن لباس میپوشه، ماشینش اولد فشنه، نوع برخوردش با جنس مخالف برای جلب نظر اولد فشن و امروزی نیست. یعنی من واقعا نمیدونم فیلمساز کجا زندگی کرده، چی جوری زندگی کرده، اونا که فیلم طرفداری میکنن چی جوری زندگی میکنن. خب یه جورایی داره از پیش‌فرض مخاطب از لیلا حاتمی بیرون فیلم میخوره. درسته. وگرنه اون چیزی که تو فیلم از لیلا حاتمی ارائه میده با عرض معذرت یک نیمه فاحشه‌ایه که اصلا بعدش نمیاد تو خیابونا راه بره برای به دست آوردن و پول و خونه آدم‌ها رو تلکی کنه، یه در واقع صحبتی هم باش بکنه، ولی یه حالت چیز داره دیگه، یعنی اینجوریه که من این کارا رو بکنم ولی هیچ آسیبی هم بهم نرسه. خودش اختلاله. یعنی اصلا فکر نکنیم یه زن روشن فکر عجیب غریبه فلان، نه، قصد نداره زن روشن فکر رو به تصویر بکشه و اصولا من فکر میکنم اعتقاد نداره که زن میتونه روشن فکر باشه. یعنی ببینید من یه چیزی حالا بگم، این فقط مربوط به جامعه ما شاید نمیشه، دهه‌های گذشته همه جا من یه مستندی دیدم از پاولین کیل که داشت در مورد فضای سینمایی دهه‌های گذشته سینمای آمریکا حرف میزد
میومدن به من میگفتن که خیلی خوب، خیلی خوبه، تو میتونی هنرمند خوبی باشی زنی، ولی نقد میخوای بکنی، زنم من میتونه نقد کنه، احتیاج به فکر کردن داره. بنابراین ما الان با سینماگری مواجهیم که شخصیتی خلق کرده که به هیچ وجه از اون شخصیت خودش انتظار نداره این فکر کنه. من چرا گفتم روشن فکر؟ به خاطر اینکه تو اون مهمونی شامی که در واقع اینا میان بالا خونش، دیالوگایی که بین اینو بهداد رد و بدل میشه، قراره یه وزن دیگه به این آدم بده که نمیده. اصلا میگه که من هیچ دست نزدم به ساز. آره. میگه من به ساز دست کلن یک موجود فیک و دروغین داره به نمایش میذاره. اصولا میخواد بگه که زن همینه، زن واقعی نیست. ببینید این زن اینه، مادرش تصویری که از زن موفق به زبون میاره که مورد نقد فیلمسازم هست، اما هیچ تصویر دیگه ای در مقابلش ایجاد نمیکنه که بدونیم خب حالا این تصویر چی مناسب میتونه باشه. اینه که تو بایستی که همسر یک مردی باشی و بدبخت شدی چون ازدواج نکردی یا ازدواج تو منتهی کردی به جدایی. سومین زنی که دائما دنبال یک جفتی داره میگرده تو کتابخونه. اون از لیلا حاتمی فیلم بدتره. حالا من یه مثالی زدم، گفتم که رستم انتخاب شده، سیاوش 2 بار انتخاب شده. اون انتخاب‌های با اراده است. رودابه با اراده انتخاب میکنه، نه اینکه حالا هر کی اومد، حالا کارگر کتاب فروشی داره خوب حرف میزنه، اون یکی برادر صاحب اینجاست اونم بد نیست. ببینید این بی ارادگی مطلقه که در زن تصویر میکنه. و 3 زن دیگه غایب داریم. زن دوم غلام باستانی که توسط غلام باستانی به قتل رسیده چون احتمالاً یک تمایلاتی خارج از رابطه 2 نفره داشته. زن اول فقط برای این که بایستی در یک سنی ازدواج بکنه با غلام باستانی ازدواج کرده و اونجا دق کرده بر اساس تفسیری که وجود داره. و زن غمخوار تو خونه نشسته کنار بچه ها تا غمخوار برسه به غمخواریش از دیگران. ببینید این تصویری که از زن به یه شکلی نمایش میده. یا زنان فرعی دیگه، زن شوهر قبلی دائما به جاش بگیم فهمی که از زن داره. آره که دارین ببینید فهم اکتای براهنی از زن انقدر ناچیزه. کاملا درسته. زنانی که توی اون مهمونی هن، به خصوص زن شوهر قبلی رعنا، دائما وایساده که کسی احیانا این شوهرش رو قر نزنه ببره. ببینید چه تصویری از زن در واقع باور داره بهش و میخواد توی اثرش منعکسش کنه. از این جنبه فکر میکنم به طرز عجیبی بهش پرداخته نمیشه، یعنی اونقدر واضحه. من فیلم کیک محبوب منه که میدیدم و اون نگاه توهین‌آمیز به تمایلات زنانه رو وقتی که دیدم گفتم که خب حالا طبیعیه که به دلیل اون فشارهای خارج از سینما که به فیلم اومد خیلی از دوستان شاید دلشون نیامد که از این جهت حرف بزنن که موافق نیستم. 40 سال دیگه نمیگن این فیلم چه وضعیتی داشت، 40 سال دیگه اثر رو نگاه میکنن و احتمالاً 40-50 سال دیگه به ماها بگن که شماها سواد و شعور نقد نداشتین که به این جنبه ها نپرداختین. این مفاهیم و این شعارها یا این نظریه ها که در زمانه شما منتشر شده بود، چرا شما قیاس نکردید اینو با فیلم؟ حالا در هر صورت ما کلی رو دارم میگم. نگران سلام علیک تو کوچه خیابون و مهمونیاشونن، یعنی یه واقعیتی که کسی ازش چیزی نمیگه ولی وجود داره. حالا دیگه این رو هم باید تاریخ قضاوت بکنه دیگه. تاریخ قضاوت خواهد کرد حتما. و من همیشه پر از حسرتم که چرا اروپای شرقی ها باید جولیا کریستووا داشته باشن، اونوریا ولف داشته باشن و ما هیچی. ما در زمین من نمیدونم یه قیاس بکنیم. حالا من فیلمسازانی که یه مقداری سخت شاید بشه باهاشون ارتباط ادراکی برقرار کرد و نمیگم، چون متاسفانه دیگه ناامیدم از سطحی از مطالعه و سواد در نزد بسیاری از دوستان که بشه تو اون سطح باهاشون حرف زد. اما فیلم های ساده ای هستن که به اینا میپردازن. من همیشه مثال میزنم داستان فیلادلفیا رو. زن داستان فیلادلفیا یک زن سوبژکتیوه و فراز و فرود این زن همواره از میل به تعقل و ادراک داره سفر میکنه و اصولا این انسانه و قراره که من مواجه بشم با این
بعد از انسان، نه بعدی که همواره من چی میخوام، چه تمایلاتی دارم، حالا مثل فیلم کیک محبوب من تو نونوایی برم بشینم مثلا کنار یک آدمی که اومده 4 تا نون بگیره خودم رو بچسبونم به اون. یعنی شما چیزم هستن یعنی تو وقتی داری تنهایی یه زن 60 ساله مثلا داری در موردش حرف میزنی، من با احترام عرض میکنم یعنی قرار اون تنهایی پر بشه دیگه، یا قرار بدن من یه بدن دیگر رو تاچ بکنه، اینه مسئله من یا اونه. یه اینقدر قراقاتیه همه چی براشون متاسفانه که اصلا من فکر میکنم تنهایی و انسان رو اصلا نمیفهمن. یعنی همش یه هیاهوییه که قراره یه سری نیازهای بدوی و پریمیتیوشون در واقع ارضا بشه، برگردن دوباره این چرخه معیوب ادامه داشته باشه. درسته. ببینید این نیاز دیگه. ببینید ما داریم در مورد سینما حرف میزنیم، در مورد زن حرف زدیم. اون سکانسی که رعنا وارد خونه خودش میشه، خونه‌ای که توش به عنوان یک زن مجرد داره زندگی میکنه و دوربین توی اون سکانس داره به ما اثبات میکنه که هیچ فرد دیگه‌ای از جمله هیچ مرد دیگه‌ای در اون واحد آپارتمانی وجود نداره. خب حرکت پا که حالا مورد علاقه فیلم سازم است، اون برای کیه؟ ما نمونه‌هاشو توی سینمای جهان میبینیم. شما 2 تا شخصیت میبینی توی مکان که در حقیقت با یک نگاه سینمایی این قدم‌ها، این پاها داره این 2 نفر رو به هم نزدیک میکنه. وقتی یه نفر تو خونه تنهاست کی داره به کی نزدیک میکنه؟ وقتی تو خونه تنهاست تیکه تیکه لباساشو در میاره میره همون بعد خودزنی بکنه. این بعضی چیزا واقعا خنده‌داره. خب طبیعتا من نمیدونم خنده‌دار شاید به یه در واقع عبارت شاید تلخ داریم میگیم، وگرنه چه خنده. این ما داریم در حقیقت داریم من مخاطب قراره اونو ببینم. نه اصلا قرار نیست من مخاطب ببینم. قراره من مخاطب اونو ببینم و بگم یه نکته‌ای برای میگم، یه سکانسی تو فیلمش گذاشت که تا حالا کسی نتونست بزنه. خب من یه مخاطبی هم میگم که قرار نیست من فانتزیای نوجوانی تا الان تو ببینم که. خب چند تا از این مخاطب شما سراغ دارید؟ حالا بالاخره تاریخ قضاوت میکنه در مورد اثر. اصلا اینطوری نیست. چه آثار سینمایی که در زمان خودشون مورد توجه قرار گرفتن و بعدها حقیقت قضاوت عمومی و تاریخی جایگاه اصلیشون رو مشخص کرده یا به عکسش فرق نمیکنه. ولی در هر صورت ما به یه شکلی فکر میکنم این بحث میتونه باز بشه و به جای یه سری شعارهای سست فمینیستی که تا به اون نعل به نعل داره از ترجمه میشه از متون غربی، ما یه سری مفاهیم روزآمد تجربه های زیسته خودمون رو داشته باشیم. هیچ کس منکر این نیست که بایستی راجع به نابرابری جنسیتی حرف زده بشه، راجع بهش کار پژوهشی صورت بگیره به عنوان پروژه فکری بسیاری از زنان و مردان دارای مسئولیت فردی و انسانی بایستی محسوب بشه. اما نه اینکه اینطوری ما مخاطب رو فریب بدیم و به یه شکلی به ضد خود نقض غرض بکنیم و به ضد خودش تبدیل بشه. البته من اینم توضیح بدم، من معتقدم فیلم خودش مدعی ضد زن بودن هست، یعنی که ادعای در حقیقت نمایش نابرابری جنسیتی رو به اون معنا نداره. دوستان یه تعبیری میکنن که خب حالا اومده داره مظلومیت و فشارهای اجتماعی به یک زن رو به نمایش میذاره. در حقیقت به نمایش گذاشتن مظلومیت و فشارهای اجتماعی به هیچ وجه با زن نیست. شما هیچ تصویری، هیچ کورسوی امیدی حتی در انتهای ذهن هیچ زن و ایزن هیچ مردی نمیبینید که بتونه یک نقطه امیدی ایجاد بکنه و شخصیت منفعل، ضعیف، ناتوان و بی ارزه و بی ارزش خیر هم که خیر در حقیقت پسر اول حامد بهداد بازی میکنه،
اصلا نمیتونه حتی یک چراغ قوه نیمه تاریک هم اون انتهای جاده امیدواری روشن بکنه و خودش منجر به ناامیدی مطلق مخاطب خواهد شد. بگم بحث باز میشه، ولی بامزد حامد بهداد در واقع تنها کسیه که از یک زن اهل کتاب زاده شده. بله. خودش هم ظاهرا اهل کتابه، حاصل ما چیزیست که کاملا درسته. یعنی کتاب خوندن اینو تبدیل کرده به یک موجود احمق و بیخاصیت. یعنی اتفاقا حالا ببین، من داریم تو حوزه هایی که مربوط میشه به این مباحث داریم فعالیت میکنیم. خودت به عنوان در حقیقت دبیر تحریه نشریه فرم و نقد چند بار پرداختی به موضوع زن. من در ادبیات، بخش ادبیات چند شماره دیدم. خودت فکر میکنی آیا بازخوردی داره در میان مخاطبین رسانه های مختلف؟ چی؟ اصولا نگاه جدی به مقوله، به خاطر اینکه باهاش نمیشه ارتزاق کرد، ارتزاق روانی باهاش نمیشه کرد. خب چه باید کرد؟ اندکن آدم هایی که شاید مثلا بشه روشون حساب کرد. مهمه چی؟ اینکه اندکن اون آدم ها. خب اگر ما بخوایم که تحولات و تغییرات رو حتما در زمانه حاضر یا در اکنون خودمون به یک شکل فوری دریافت بکنیم، چه بسا مایوس بشیم. اما آیا مسئولیت ما ایجاب نمیکنه که سخن گفته بشه، بحث ساخته بشه و در انتظار این باشیم که در آینده ولو پس از حیات ما برگردن به این مباحث و ادامش بدن؟ میشه امیدوار بود، ولی به نظرم راه حلش اینه که این عملیاتی که از اول صحبت‌های شما بود تو زندگی هر کسی جریان پیدا بکنه ولو اندک. یعنی این باید از جامعه در واقع به سمت هنرمند که دیگه خیلی زیاده، به سمت فیلمسازهای ما یا کسایی که تو زمین کنند که کار تولید بکنن بره. چون اگر به همین مسیری که دارن میرن ادامه بدن، به نظر اون اندک مخاطبان با شعور رو هم به قهقرا میبرن. میدونم، ولی از جهتی من خوشحالم که این فیلم ها ساخته میشه و اکران میشه و شدیداً مخالف محدود کردن اکران چنین فیلم هایی هم. اولا این فیلم ها رو میبره توی سنگر مظلومیت و به یه شکلی دیگه اون مظلومیت یک حاله قدسی دوره این فیلم ها ایجاد میکنه که دیگه نمیشه راجع بهشون حرف زد. دوم این که همیشه در محاق ندیده شدن قرار میگیرن و به یه شکلی همیشه انگار انتظار یه معجزه از اینا میره، در حالی که هیچی نیست. من به نظرم این فیلم ها هرچه بیشتر باید فرصت اکران پیدا بکنن تا به نمایش گذاشته بشن، همه ببینن اینو، نه ما 20 سال دیگه ببیننش، 40 سال دیگه ببیننش، 100 سال دیگه ببیننش. میدونید چی میگم؟ یعنی اینکه تاریخ اشتباه نمیکنه، حتی اگر ما توی در واقع نهر اکنون اشتباه بکنیم. کاش وقت بیشتری بود صحبت می‌کردیم. مرسی.